ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. سلام و درود به هر یک شما تماشابینان عزیز که عین حال پس از خبرهای ناخوش که بعدیانه که اعلان شد که در حقیقت در تاجیکستان پیدا شد این بیماری، دیروز در اکثر مغازه ها نان پیدا کرده نشد. یک نفر گفت که رولتون لازم داشتم، نیافتم، پیدا کرده نتوانستم. گفت چرا؟ مردم چرا رولتون؟ توجهشان دوتازشان برای رولتون است. خوراکی که ویران نمی شود و بسیار می ایستد. از این سبب راستی بارها استادها می گفتند که همین خودتان را دوست می دارید؟ گفت ها. و پس خودتان را که دوست داشتید، سلامتی خود شما در دست خود شما است. بیرون نبروید یک مقدار معین، تمام. عین حال ما خواستیم که یک صحبت تلفنی با طریق نوار، با طریق ویدیو به دوستمون زنگ زنیم و پرسان شویم که او در چه حال است و او چی گفتنی دارد این بابت. این حال در خط علاقه است. راست نکنید گوش منکه همه خود باشن از ما برم. دوستم شب بخیر. سلام علیکم، شب بخیر دوستان. و علیکم السلام. راستی ما خودی حاضر تصمیم گرفتیم که نظر به اونی که در خانه بیهوده نشستن یک خط علاقه برایم و از دیروز تا امروز که چی که خوانده اید در همون کتاب ها از بزرگ ها خواستیم از شما کشیده بگیریم و به دیگران رسانیم. سلامت باشید. از وضعیت امروزه با خبر هستید البته و سخن رو دراز نمی کنیم. چی گفتنی دارید؟ بله دوستان، راستی از رسانه ها خواندیم، بیرون هم که رفته بودیم این چی رو مشاهده کردیم که واقعا چندین نفر هم زنگ زدن که معلوم است در یک واهمه تهلکه افتادن که چی کار میکنیم. یعنی باور کنید حتی بعضی نفران بودن که گریه کردن که در این حالت ما چی کار کنیم، یعنی ما زنده میمونده باشیم یا که میمیریم. خب آنچه که از دستمان اومد همون توصیه ها رو گفتیم. حالا شما بسیار کاری خوب کردید، میخوایم این صحبت ها رو به تمام شنوندگان هم رسونیم. حالا یک دوستم بسیار سخنی خوب گفته بود. یک دوستم گفت که در همون نامه‌اش وقتی که گفت که آخر اینقدر محصولات میگیرند چون همه میدونند که رزق دهنده پروردگار است. تا آن دمی که جانت را نگیرد پس رزق، یعنی که تا آن دمی که جان داری رزقت در دست پروردگار است. نه ترس میگفت. خبت انسان گوش میگیرد. حالا این نتیجه دوستم همین واهمه و تهلکه ها بسیار یک چیزی بد دارد به خود انسان. حالا شما تصور کنید همین فیلم های تاریخی را زیاد دیدیم. وقتی که همین جنگ میکنن، در همون جنگ مثلا بین دو دسته که میشود در هر کدامشون سرلشکر گفتنی چی هست. اگر همون سرلشکر رفت و ترسد، خودش رو به ترس دهد و پا به گریز گذارد، پا به فرار گذارد، قطعا همون لشکر مغلوب می شود. یعنی دیگر جنگاوران برای آنها جرأت نمیماند که جنگ را ادامه دهند، همشون در پشت اون سرلشکر گویم پا به فرار می گذارند. حالا وجودی ما و شما هم عین همین عمل میکند. در مثلا وجود ما انسان ها یک کامپیوتری هست که با نام ضمیر ناخودآگاه، ما اگر به وی هر سیگنالی را دهیم وجود ما همون طور عمل میکند. وقتی که ما فقط سیگنال های منفی، چی کار میکنم، میمیرم، من پگاه کرونا ویروس میشم، فلان میشم، این وای، یعنی دیگر این کامپیوتر همین چی را قبول کرده سیستم ایمنی بدن به هم میخورد. یعنی دیگر این وجود ما خودش را نمیتواند محافظت کند. این را علمی پسیخولوژی 100% تصدیق میکند. در عکس حال اگر نه ما مثلا به خودمون سیگنال های مثبت خوب دهیم، خب تصور کنید که همون خداوندی که قبل از همین کرونا ویروس بود حالا هم هست، بعد از این هم هست.
هیچ وقت مثلا این از بین نرفته است. برای این ما گفتنیم که ضرورت ندارد اینقدر به واهمه دادن و خودمون رو زیغ کرده و دلگیر کنونیدن. حضرت نظامی گنجوی بسیار یک قصه زیبا داره. در کتاب میگوید که یک نفر رو تهمت کردن که گویا یک انسان رو کشته است. بعد قاضی به وی حکمی قتل برآورد. گفت در برابر اینکه او را کشتی تو را می آویزیم. خب همان طور که او را می بردن سوی دار که او را به دار آویزند، در لبانش خنده بود، خوشحال بود، اصلا پروا نداشت، گویا که چیزی نشده است. بعد از او پرسیدن، گفتن که تو مگر دار را نمی بینی؟ قرار است چند لحظه بعد تو را آویزند، تو برای چی خوشحال است، یعنی غمگین نمیشوی؟ بعد این گفت که من میدونم که چند لحظه بعد، یعنی چند قدمی بعد من دیگر میمیرم، اما این نفسی را که نیابم دیگر، گفت حیف بود گر بغم آرم به سر. این نفسی که حالا خداوند برای من هدیه داده است، یعنی که شاید چند نفسی دیگر اگر من گفت بغم خوردن این چند نفس را گذرانم، آیا من زنده میمونم؟ نه، گفت زنده نمیمونم، اما حیف است که من این چند نفسی باقی مانده رو که بغم خوردن برارم. حالا که او عمیق میدونست میمیره، لیکن با وجود این خودش رو بغم خوردن نداد. یا که جای دیگر حضرت مولانا میگن که در خانه غم بودن از همت دون باشد و در دل دون همت اسرار تو چون باشد. یعنی که در یک خانه غم زندگی کردن، خودت رو غم خوردن و بغم دادن، میگه این پستی همت است. میگوین مولانا برای چی؟ چون ما اون خدای رو که میشناسیم که اینقدر بزرگ است، اینقدر قادر است، برای چی غم خوریم؟ قبل از ویروس ما رو نگه داشت، در وقتی ویروس هم نگاه می‌دارد، بعد از ویروس هم نگاه می‌دارد. زندگی یک مرد بسیار بزرگ امریکایی در همون قصه های حیاتیش تعریف میکند. او مبارز بود. یک روز در کارش شکست خورد و در خانه غمگین شیشته بود که در همین وقت میگویند همسرش میآید. همسرش از بیرون که میبیاید زنش میبیند این مرد غمگین است. بعد پی میبرد که این حتما در کارش یک مشکلی شده است و اینطور غمگین است. زن میرود به خانه دیگر، لباسهای سیاه همون به رمز ماتم، لباسهای ماتمیش را میپوشد، نزد شوهرش میآید. بعد شوهرش که او را میبیند میگوید چی خبر شد؟ برای چی گفت تو لباس ماتم پوشیدی؟ این زن گفت خدا مرده است. مرد گفت مگر امکان دارد که خدا مرد؟ اون خدایی که من میدونم گفت هیچ وقت نمیمیرد و همیشه زنده است. گفت پس اگر گفت خدا زنده باشد، برای چی تو غم خورده ایستادی؟ برای چی خودت رو در ماتم گرفتی؟ همان خدایی که زنده باشد گفت مشکلات تو رو حل میکند. یعنی با این سخن ما گفتنیم که خداوند که باشد جای غم خوردن نیست. یعنی این فایده، ما اگر به غم خوردن این ویروس از ما دور میشد، بیاید همه ما یک جامعه نشستیم غم میخوردیم، گریه میکردیم، لیکن این علاج کار نیست. برعکس این معما رو پیچیده تر میکند. یعنی در وقتی غم، غصه، ما نمیتوانیم تصمیم درست گیریم. حالا این معنای این را هم ندارد که دیگر ما به پروا توکل بر خدا گفته گشتن گیریم. نه، ما احتیاط میکنیم و توکل بر خدا میکنیم. چنانه که مولانا از زبان پیامبر میگن که گفت پیغمبر به آوازی بلند با توکل زانوی اشتر ببند. یعنی یک نفر اعرابی نزد پیامبر آمد و اشترش را رها کرد و پیششان اومد. گفتن برای چی اشترت را نبستی؟ اون اعرابی گفت که توکل بر خدا. پیامبر گفتن که نه، توکل اینطور نیست. تو اول زانوی اشترت رو بند، یعنی اشتر رو میخ کن در زمین، سپس توکل بر خدا کن. یعنی اول توکل میکنیم، یعنی اول ما کار میکنیم، سپس توکل. یعنی خودمون رو احتیاط میکنیم. اون چیزهایی که طبیبان توصیه دادن، دست و روی رو تیز شوشتن، نقابی همون حمایتی گرفتن، در جاهای جمعیتی کمتر ظاهر شدن، این کارها رو کرده و سپس توکل بر خدا، اون وقت انشالله که هیچ مشکلی نمیشود، این هم میگذرد. تشکر راستی از این گفته ها من هم کم کم به فکر افتادم. دوستم نگاه کنید، در همین کارانتین گویم اگر به گفته جهانی که جهان اکثر مردم در خانه نشستن، بله ما کوشش داریم در خانه بدن نوآوری ها کنیم، بدن نوآوری ها. و شما از پس کدام، یعنی که دنبال کدام کار هستید؟ من میخوام که شما رو تبلیغ، یعنی که با گفتی زمانوی میخوام که شما رو رکلام کنم، چون این گونه بلاگرها در جامعه ما ضرور است
و ما باید پهلوی خودمون نه کمش 10 وارین همین گونه جوانانی که در حقیقت ما تعریف نمیکنیم هر نفر، چون هر تماشابین خودش معین میکند. چی نقشه ها دارید در همین کرانتینی که در خانه نشسته اید؟ بسیار خوب دوستم، اگر شما راضی باشید من قبل از اینکه به این سوالتون جواب دهم یک نکته رو اشاره کرده بعد به این سوال شما جواب دهم. بمو خوب است. اوید همین کرانتین که گفتید، حالا مشاهده ها و آن چیزی که میخونیم میخواهم، چون میدونم که مثلا شنونده های شما دوستم به نهایت زیاد است، به گوش همه میرسد این نوار، از همین جا من مراجعت کرده به فروشندگان عزیز، گفتنیم که دارو فروش ها و بازارچی ها التماس از شما خواهش داریم همان چیزهایی که میفروشید کمتر انصاف رو رعایت کنیم. مثلا دیروز من خودم شاهدی اون چی بودم که یک چیزی که 40 سومون بود قبل از همین تقریبا یک ماه پیش گرفته بودم، حالا همون 80 سومون یک دارو انفیرون، یا که دیگر چندین چیزها، گرادوسنیک، همون تسپین کنک. ما گفتنیم که اگر شما به خداوند، ما که همون اعتقاد داریم، همین خداوند در قرآن میگوید که ویل للمطففین، یعنی در چند جا اگر خداوند همین کلمه ویل، این یک جای بسیار دهشتناکی دوزخ است یا که همون وای میگن، اگر همین را استفاده برده باشد یکیش برای همین کم فروشان است. حالا چی فرق میکند کم فروش 1 کیلوگرم را 700 گرم کرده فروشد، یا که همون 1 کیلوگرم را مثلا اگر 10 سومون است به جای اون 20 سومون گیرد. برای من از همه شما فروشندگان عزیز احترامانه خواهش میکنم که در چنین روزهای سخت در پهلوی ملت باشیم. ما بجای نه اینکه کیسه ملت بیچاره رو خراب کنیم، برعکس در پهلویشون باشیم، چون بیچاره امروز کسی که نیاز به اون دارو دارد اون مبلغ رو نگاه نمیکنن میخرد، لیکن بیاید شما کم انصاف رو رعایت کنید، چون حضرت بیدل هم میگویند که بیترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. اون نفری که بیچاره خودش یک رنج دیده است و بیمار است، اون پولی که میدید و میخرد و قطعا اگر یک آه کشد اون پول از دیگر جا میبرد، چون هر کاری که میکنیم، حتی هر نفسی که ما در این دنیا میکشیم حتما جواب اون رو ما میگیریم. این نکته رو میخواستم بیان کنم. و آیدی سوالی دادتون که در این روزا به چی کارها مشغولم، راستی بعد از اون قصه هایی که بسیارتر همون به شرح مثنوی معنوی حضرت مولانا مشغولیم، ما تصمیم گرفتیم یک برنامه نوی دیگر رو از همون کانال یوتیوبمون پندنامه پخش نماییم با نام قطره از بحر. و سبب تصمیم گرفتن ما در این برنامه این بود که بسیار ما یک ادبیاتی بزرگ داریم، اقیانوس حتی گفته میتوانیم، که متاسفانه کمتر در میان مردم این چیز جای شده است. حالا ما از طریق این برنامه میخواهیم قطره از بحر، یعنی که هر برنامه یک قطره گویا از همین بحر ادبیات بزرگانمون از جمله رودکی و مولانا و سعدی و بیدل و حافظ و دیگران قطره قطره برای مردم پیشکش کنیم، تا اینکه مردمی عزیزمون از این چی کم کم با خبر شده و بجای اینکه یک چیزهای بیهوده قطعی خودمون رو مشغول کنیم، شاید این نکته ها، این قطره ها تواند برای سعادتمندی ما کمک کند. و این یکی از تصمیمات دوران کرانتینی ما بود، به قبل که یکی دو برنامه رو هم آغاز کردیم و در کانال گذاشتیم. حالا از شما تشکر میکنم اگر این چی رو به شنوندگانتون رسونید، چون فکر میکنم از فایده خالی نیست کسانی که پیگیری این برنامه رو میکنند. بله حتما. و در آخر با مردم باز چی گفتنی دارید؟ وقتی خود رو چگونه صرف کنند؟ راستی گپ اکثر پدر مادرها دیگر روی دیدار فرزندها ندارن، از اون سببی که همه فرزندها که در خانه هستند، بخچه ها، مکتب ها که بسته است، عصبهایشان دیگر به جای رسیده است. یا عموما نفرای هست که همین روزی در روز به همین فیلم تماشا کنی روزشان رو میگذرونند. چی توصیه داده میتونه؟ بله، همچنین به پدر و مادران محترم، چون مثلا فرزندان واقعا نسبت این که ما فرزند را گویم که فلان کار را کن، اگر ما خود ما همون کار را کنه، فرزند آن را دیده از ما خوبتر عبرت میگیرد. یعنی سخن تاثیرش کمتر است از اون کاری که پدر میکند. از پدرهای محترم، از مادران عزیز خواهش میکنیم در این دوران کرانتینی تعطیلی کوشش کنن فرزندانشون رو پی یگان آموزش
وقتشان رو بیهوده نگذرانند و لااقل به خواندن کتاب‌های بدیعی، چون ما کم کتاب نداریم به نهایت، یا که اقلا از اینترنت هم استفاده کنند، از نوارهای مفید، از سخنرانی‌هایی که مثلا برای رشد فرزندانشون کمک کند. چون حالا معلوم نیست این دوره کرانتینی در ما چقدر دوام میکند، این رو هیچ کس چیزی گفته نمیتواند تا اینکه از مقامات خودشون شاید این رو آگاه میکنند باز. لیکن این فرصت ها هم غنیمت است، این فرصت ها هم یک فرصتی هست که شاید ما دوباره با هم نزدیکتر میشویم، چون قبل از کرانتین همه به کار و بارها مشغول بودن، با تلفن و با اینترنت و کمتر شاید از حال یکدیگر آگاه بودیم. حالا یک وقتی که یک فرصت فرا رسید دوباره سر یک سفره با هم نشسته زن و شوهر از حال فرزندانشون آگاه شوند که واقعا فرزندانشون چطورن، چی کار کرده ایستادن در این دوران، چی ها می آموزن، در کدام راه ها هستند، کوشش کنند این چیزها رو اصلاح کنند و این وقتی که در دوران کرانتینی است بیهوده آن را سپری نکنند. خوبتر است که به آموزش و به تربیت مشغول باشیم. تشکر دوستی عزیز، به شما شب خوش را تمنا داریم و تا صحبت های آینده گمان میکنم که این صحبت اول و آخر نیست. زنده باشید برادر عزیز، دوستم سلامت باشید. به شما برای کار میخوام. تشکر. خوب. بله دوستان عزیز، در حقیقت این نفر دوستی ما هستند و ما کوشش داریم که این نفر رو در همون قطار بلاگرها جایگیر کنیم تا که سهم خود رو در عالم اینترنت، عالم بیکنار گذارن. در کامنتاریا سیلکه رو ما پیوست کرده میگذاریم، میتوانید حتی ابونه شوید. از مثنوی معنوی بسیار چیزها دارد این نفر دوستی ما، از اون قصه ها میکند گلستان سعدی و بسیار چیزهایی که از بزرگان هست. در آخر گفتنی هستیم که خود رو احتیاط کنید و برای دیگر میگیم که وقت ها رو بیهوده نگذارانید. اگر که اعصاب‌هایتان خراب شد، فرزندهایتان این طرف و اون طرف، دیگر کوشش دارید که به بیرون برای پس عبادت کنید. وقتی عبادت که کردید شما از همه این چیز آزاد می شوید. وقتی عبادت که کردید شما به پروردگار نزدیک می شوید. پس فرصت ها، وقت ها را بیهوده نگذرانید. خدا نگهبان شما تا برنامه های دیگر، تا روز دیگر. به همه شما سلامت خواهم هستیم.